سخن نوبتی را در اینجا برادری ما از شهری دیدوا آمده و رهبری اساتسیت مهاجران آسیای مرکزی الهام جان یعقوبوف میدیم و مرحمت الهام جان یعقوبوف سخن نوبتی با شما. سلام علیکم برادران عزیز، خواهران گرامی و تماشابینان. واقعا در این طول بیش از 1000 ساله تاجیک این حکومت تاجیکستان یکی از حکومت ظالمترین، فاسدترین و بدترین در تاریخ ثبت خواهد شد. اگرچه ملت تاجیک پس از سالهای زیاد به استقلالیت رسیده است، ولی این حکومت امروزه حکومتی است که به استقلالیت مخالف بود و از نسلی است که نسل استعمار زده است. در تاجیکستان ما امروز هزار محبوسان سیاسی در زندان ها موجود است که در یگان عهد، در یگان تاریخ تاجیکستان اینقدر زندانیان سیاسی وجود نداشت. حتی در عهد کمونیستان شوروی هم تاجیکان اینقدر محبوسان سیاسی نداشت. این حکومت از جلادان بخارا هم بهتر است. اگر صدرالدین عینی را حکومت جلادان بخارا برای اعتراضش که برای اصلاحات، برای معارف، برای علم استاد صدرالدین عینی اعتراض کرده بود، 75 دره زدند، ولی این حکومت اعتراضگران و اصلاحاتگران، آزاد اندیشان تاجیک را با بدترین شیوه شکنجه میکنند. حکومت سالم، حکومت موفق برای آزادی و عدالت و برادری و یکدیگر فهمی و ارزش‌های انسانی نیاز دارد، ولی حکومت ما به شکنجه کردن مردم خود، به غارت کردن مردم خود، به قتل رساندن مردم خود نیاز دارد. اگر حکومت‌های موفق، حکومت سالم یک فرد شکسته را دستگیری کند و به او کمک رساند که تا موفق شود، حکومت بیماری ما، حکومت غارتگری ما فرد موفق را جنگ میکند با فرد موفق تا شکست دهد. در تاجیکستان ما یگان فرد موفق را نمییابید. فردهای موفق یا در زندان هستند، یا در هجرت هستند، یا کشته شده است. زید سیدوف یکی از فردهای موفق بود، صاحبکار موفق بود، تاجر موفق بود، وزیر موفق بود، ولی با او جنگ کردند، شکست دادند و او را زندان کردند. خدا رحمت کند عمر علی قوتوف یک صاحبکاری موفق بود، یک انسانی موفق بود. او را کشتند در خارج از تاجیکستان. خدا رحمت کند، او یک شهید است، او یک فرد موفق بود که او را کشتند. محمد علی حید یک نابغه است، یک انسان نابغه بود، یک سیاستمدار ورزیده بود، یک فرد موفق بود، او را زندان کردند. بزرگ مهریارو وکیل مدافع یک فرد موفق بود، او را هم زندان کردند. اون فردهای موفق ما در زندان هستند یا کشته شدند یا در هجرت هستند. ما از تمام سازمان‌های بین الملل، از جامعه جهانی طلب داریم که زندانیان سیاسی در تاجیکستان آزاد شود. و از جامعه بین الملل خواهش داریم و طلب داریم که آن مبلغ‌هایی که به تاجیکستان داده می شود آنها را ندهند، زیرا مبلغ‌های آنها برای سرکوبی ملت، برای سرکوبی ملت، کشتن ملت و قتل کردن ملت صرف می شود. برادران عزیز، از همه شما تشکر میکنم و الان نفرانی که از کشورهای دور آمدند بار دیگر از نام کمیته شهروندی تشکر خود را هم میرسانم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.